به نام خدا و به عرض سلام خدمت همه عزیزان و آنانی که این ساعتها ما را میبینند. از الله منان تمنا دارم که خداوند هر یک من و شما را در این ساعتها در پناه عصمت خودش نگه داشته باشد و هر کجایی که باشید صحت و سلامت باشید. با کمک خداوند امروز موضوع صحبت خود در اطراف جنت خواهد بود. یک نعمت بی‌بهایی که خداوند او را وصف کرده است، خاصتا در این ساعتهایی که این بیماری عالمگیر خیلی از برادران و خیلی از نفران را پریشان کرده است. میخواستم یک کم سرور و خوشبختی یا خرسندی در دلها جا کرده باشیم و این هم باشد موضوع صحبت اطراف نعمتهای جنت است و راه به سوی جنت و وصف جنت که چگونه است. این را باید دانست که اگر انسان قیمتی چیزی را دانست حتما که دنبال اون خواهد رفت. اگر قیمتش را ندانست حتما که او را فراموش خواهد کرد، اگر چندی که بار هم شنویده باشد. هر چیزی را که قیمتش را انسان دانست حتما که دنبال او کوشش خواهد کرد که اون را پیدا بکند. به این خاطر باید من و شما عزیزان دل وصف جنت را، نعمتهای جنت را دانسته باشیم تا اینکه به قیمت این نعمت بزرگ خداوند رسیده باشیم. جنت یک نعمت بزرگ است. نعمتهای در داخل این جنت هست که اون را وصف کرده نمی شود. انسان خیلی کوتاه است، خیلی مقصر است که این نعمت بی‌بهای خداوند را وصف کند. جنت در قرآن عظیم و شان 135 مرتبه ذکر شده است. 66 مرتبه با طریق مفرد ذکر شده است با تنهایی و 69 مرتبه با جمع ذکر شده است که در مجموع 135 مرتبه می شود که الله مهربان این نام بزرگ را در قرآن ذکر کرده است. و علما اطراف این نظریه ها دارند که چرا خداوند این مقدار زیاد نام جنت را در قرآن ذکر کرد. و علما بر اینند که هر نعمتی را که هر امری را یا هر نعمتی را، هر صفتی را که خداوند در قرآن زیاد بیان کند معنای اون را دارد که خداوند او را دوست می دارد. مثالش نماز است که در قرآن از 100 مرتبه زیاد ذکر شده است و اینچنین زکات. این معنای اون را دارد که خداوند این نعمت را دوست می دارد. و اینچنین این موضوع برنامه ما که در اطراف جنت است خیلی زیاد که 135 مرتبه خداوند او را در قرآن ذکر کرد، معنای او را دارد که خداوند این نعمت را دوست می دارد. و دیگر نظریه‌ای که علما در اطراف این دارند که چرا خداوند این مقدار زیاد جنت را در قرآن ذکر کرد، این است که انسان خواننده یا انسان شنونده شوق خود را زیاد گرداند. زمانی که در قرآن جنت تکرارا خوانده می شود انسان خیلی شوقمند می گردد برای این نعمت را دریاب کردن که با لفظها و معناهای گوناگون خداوند او را ذکر می کند و چند راه را بیان می سازد که اگر همین راه رفته شود انسان صاحب جنت می گردد. و یک حدیث را که حدیث قدسی است می خواهم در اطراف جنت برای شما رسانده باشم. خیلی حدیث بزرگ است در وصف جنت که خداوند همه من و شما را نصیب گردانده باشد که از اهل جنت باشیم. و این را فراموش نکنیم که یک حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر شما جنت می خواهید حتما جنت الفردوس بخواهید، زیرا تمام همون جویهایی که در جنت قرار دارد منشأش از همین جنت الفردوس است که به دیگر جنت روان می گردد. خداوند همه من و شما را جنت الفردوس نصیب بگرداند. و این حدیثی که
میخواستم به شما برسانم که وعده خداوند و وصف خداوند در بابت جنت است که از حضرت ابا هریره روایت شده است که میفرماید عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تعالی. حضرت ابو هریره گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند میفرماید. از این فهمیده می شود که این حدیث قدسی است که از جانب خداوند گفته شده است با طریق پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرمودند خداوند که من برای بندگانم آماده ساختم یک نعمتی را. شما ببینید عزیزان، اگر در دنیا برای نفر دیگر یک خانه می سازد یا یک قصر بنیاد می کند، چه مقدار شیفتگی ها دارد، چه مقدار زیباگی ها دارد که یک انسان است که اون را ساخته است. شما فکر کنید که اگر یک نعمتی را که الله می فرماید، الله ذات خداوند او را آماده کرده باشد، چه مقدار زیباست. و خداوند فرمود که اعددت لعبادی الصالحین، من بر بندگان صالحم یک نعمتی را آفریدم. مقصد از این جنت است و تمثیل خداوند کرد، مثال زد که چگونه است این جنتی نعمت را خداوند با مثال برای من و شما توضیح میکند که ما لا عین رأت، هیچ چشم او را ندیده است. این بزرگی نعمت را نشان میدهد، بزرگی جنت را نشان میدهد که هیچ چشم او را ندیده است. ولا اذن سمعت، و هیچ گوش هم او را نشنیده است و هیچ نفر در خیال خود او را نآورده است. یعنی اون نعمتی بی‌بها، اون نعمتی بزرگ در دنیا وجود ندارد. این تنها نعمت است که خداوند در روز قیامت بر بندگانش نصیب میگرداند. الله مهربان میفرماید استعیذ بالله فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. الله مهربان در این آیت که با این حدیث خیلی نزدیک است میفرماید که در جنت یک چیزی را خداوند بر بنده ها پنهان کرده است که او را هیچ نفسی نمیداند. یک نور هست، یک نعمتی هست در جنت که هیچ نفر او را نمیداند. این یک هدیه خداوند است که آن روز برای بنده هایش نصیب کرده می شود. جزاء بما كانوا یعملون، پاداش آن عمل هایی که در دنیا انجام دادند. اگر در دنیا انسان عملی درست کرد، نماز خود را خواند و عمل های دین را انجام داد، خداوند اونجا این نعمت را برایش هدیه میکند. و خدا نکند نفری که غافل باشد از نماز و از امرهای شریعت دور باشد که از این نعمتی بی‌بهای خداوند محروم بماند. پس عزیزان، از این فهمیده می شود که جنت یک نعمتی بی‌بهاست، یک نعمتی هست که انسان خیلی کوتاهی دارد، خیلی مقصر است که او را بیان بسازد، زیرا این الله وصف کرده است. دیگر انسان خیلی کوتاه است که این را وصف کند. و جنت نامهای زیادی دارد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که 8 در جنت وجود دارد و انسانی که الله خواسته باشد و اهل جنت گشته باشد، در جنت برایش 4 دری هست که میتواند از این درها استفاده کند. از در اول جنت، از دری که در آنجا قرار دارد، این است که ملائکه ها زیارت می آیند همین انسان اهل جنت را، انسانی که جنتی گشته است. چه یک نعمت بزرگ که ملائکه های خداوند زیارت این نفر بیایند. دوم دری هست که به زیارت نفر جنتی می آیند، این حور العین هست، حورهایی که در جنت قرار دارند. این هم چه نعمت بزرگ است که خداوند نصیب بگرداند بر انسانی که حور العین زیارتش بیایند. سوم دری که انسان می تواند از او زمانی که خواست استفاده کند، این است که می تواند در خود را باز کند و اهل دوزخ را مشاهده کند. و زمانی که اهل دوزخ را مشاهده می کند، حتما که بزرگی جنت برایش معین می گردد و بزرگی جنت را
به خود کسب میکند و در اون معلومات پیدا میکند. و چهارم دری که از همه در اساسی هست، در دارالسلام نام دارد. اگر انسان که خواست با ملاقات خداوند در اونجا میسر میگردد و میتواند که با خداوند ملاقات بکند. خداوند مهربان از این درها ما را نصیب بگرداند و کلگی من و شما را از اهل جنت گردانده باشد. و انشاءالله در صحبت‌های آینده نسبت به راه‌های جنت که چگونه میتوان اونجا رفت، کدام عمل هاست، صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.